با رسال مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران. سوره مبارکه کهف 18مین سوره کلام الله مجید در ترتیب مصحف است که در مکه مکرمه نازل شده. این سوره عظیم از جمله سوره هایی است که در روزها و ماه‌های حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه قبل از هجرت به مدینه منوره نازل شده و به طبیعت سوره های مکی محتوای این سوره بیشتر به مباحث اعتقادی میپردازه. این سوره در ترتیبش 18 هست، در جزء 15 از کلام الله مجید و اگر به تعداد آیات قبل و بعد این سوره دقت بکنیم، از لحاظ تعداد و از لحاظ کلمات و حروفی که به کار رفته در مصحف، این سوره وسط قرآن کریم هست و همچنین کلمه وسط قرآن کریم و حرف وسط در این سوره قرار گرفته. این سوره نامش کهف هست، سوره‌ای که در بین دیگر سوره های قرآن کریم میتونیم بگیم که از جمله سوره هایی است که بیشتر مورد اهتمام مفسرین و اهل تحقیق و پژوهش قرار گرفته. شاید کمتر سوره‌ای در قرآن کریم باشه که انقدر به شرح و بررسی اون پرداخته باشن محققین و علما، چه قدیما و چه جدیداً، و به درسها و معانی و عبری که در این سوره هست اشاره کرده باشند. تألیفات متعدد، کتاب‌ها نوشته شده درباره فقط تفسیر این سوره کهف و درس‌هایی که در این سوره است. سوره بسیار عظیم با داستان‌های بسیار عجیب و جالب و آموزنده. در این سوره الله متعال به داستان‌های مختلفی اشاره می‌کنه. در این سوره همانطور که از نامش مشخص هست، سوره کهف نامیده شده. کهف یعنی شکافی که در دل کوه ایجاد میشه، اون فضای خالی داخل یک صخره بزرگ و یا کوهی رو که بشه داخلش رفت و اونجا نشست. این سوراخ، این فضا و این شکاف اگر بزرگ باشه با او کهف گفته میشه و اگر کوچک باشه بهش غار اطلاق میشه. هر دو معنی برای یک مفهوم هست، فقط تفاوتش در اینه که وسعت این شکاف اگر زیاد بود بو کهف اطلاق میشه و اگر کوچک بود بو غار گفته میشه در لغت عرب. به عنوان نمونه ما در سوره مبارکه توبه الله متعال اشاره میفرماید به غار ثور در آیه 40، اون لحظه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق داخل غار بودن، اذ هما فی الغار. با این تعبیر الله متعال از اون مکان یاد میکنه و اون مکان بسیار کوچکی است، یا غار حرا که ما او رو غار حرا مینامیم، به نام غار اطلاق میشه. فضای بسیار کوچکی است در بلندای کوه. کهف به جای گفته میشه که شکافی که در داخل یک کوه هست، در بدنه کوه و وسعت داره، فضاش بیشتر از غار هست، این نام کهف اطلاق میشه براش. به معنای مأوا و پناهگاه هم به کار میره، جایی که انسان به او پناه میبره. طبیعتاً غار و کهف با این معنی که بیان کردیم پناهگاه است، سرپناهه، همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه بردن و پناه می بردن در غار حرا و غار ثور. همچنین کهف در این سوره مبارکه گرچه اشاره داره به و برگرفته هست نام کهف در این سوره از حکایتی که در ابتدای سوره مطرح میشه از آیه
9 به بعد در این سوره حکایت اصحاب کهف، کسانی که چند جوانی که به دل کوه رفتن و پناهنده شدن و پناه بردن. اصحاب کهف، کسانی که به یک غاری که وسیع بود به کهفی رفتن و اونجا پناهنده شدن. اصحاب کهف. این سوره برگرفته هست عنوانش از این حکایت کهف، پناهگاهی که عده‌ای رفتن به اونجا. این سوره اشاره میکنه به این داستان. به نام سوره اصحاب کهف هم یاد میشه ازش. سوره کهف یا سوره اصحاب کهف. سوره کهف نه تنها به ما از حکایت اصحاب کهف میگه، حکایت های دیگری هم در خودش داره، داستان های مختلفی. داستان اصحاب کهف داستان 2 نفر که با هم رفیق بودن و یکی ثروتمند و دیگری فقیر بود. اون کسانی که با هم بحث و جدل داشتن، یکی ایمان داشت و دیگری ایمان نداشت، یکی ثروت و مال فراوان و فرزندان زیاد و دیگری فقیر و بی فرزند، اما اولی کافر و دومی مسلمان. همچنین در این سوره اشاره میشه به داستان آدم علیه السلام و خلقتش و تمرد ابلیس. بعد از اون حکایت داستان دیگری رو در خود جای داده سوره کهف، داستان موسی علیه السلام و عبد صالحی که الله متعال به او از جانب خودش علم داده، علمی که موسی هم به او دست نیافته علیه السلام. خضر نبی علیه السلام و حکایتش با موسی، حکایت همراهی موسی علیه السلام و خضر در داستانهای عجیبی که برای اونها اتفاق میفته. سوار شدن بر کشتی و شکستن کشتی به دست خضر، ملاقات با نوجوانی و سربریدن آن نوجوان به دست خضر، داخل شدن به شهر و دیاری روستایی به امید اینکه غذایی به اونها داده بشه و برخورد سرد مردم اون سرزمین، و بعد از اون ترمیم دیواری که در حال افتادن بود و حکایت هایی که بعد از اعتراض های پیاپی موسی علیه السلام اتفاق افتاد و پاسخ خضر به این اعمال، و در پایان داستان 4 و یا 5 اگر داستان آدم علیه السلام به ابلیس رو هم حساب بکنیم، حکایت 5 حکایت ذوالقرنین است، پادشاهی عادل که قدرتی فراوان به او داده شده بود. در این سوره الله متعال به 5 حکایت اشاره میکنه که 4 تای اون خاص این سوره است. گرچه حکایت آدم و ابلیس در سوره های دیگه هم ذکر شده، این 4 حکایت اصحاب کهف، حکایت آن 2 مردی که ثروت داشت یکی و دیگری نداشت، و حکایت موسی و خضر علیهم السلام، و همچنین حکایت ذوالقرنین. اینها داستانهای مهمی هستند که در این سوره ذکر شدن. البته این داستانها تنها جنبه حکایت ندارند. سوره کهف در خلال آیات عظیم خودش و خلال داستانهای زیبایی که برای ما بیان میکنه به ما درس ها میده و قوانینی از الله متعال رو که در عالم جاری است معرفی میکنه به ما. در خلال داستان اصحاب کهف درس ها نهفته است. در خلال داستان آن 2 همراهی که با هم بحث داشتن داستان ها نهفته است. در حکایت موسی و خضر دروس و برداشت های عجیب نهفته است، و همچنین در حکایت ذوالقرنین که حکایت پایانی این سوره است. این سوره کهف است برای ما، برای هر خواننده سوره. نه تنها سوره کهف اشاره داره به حکایت یک غار بزرگی که عده‌ای از جوانان در گذشته تاریخ با اون پناه بردن، بلکه به ما سوره کهف یک پناهگاهی کهفی رو معرفی میکنه که خود سوره است، برای پناه بردن به اون از چند فتنه که در داستانهای این سوره ذکر شده.
فتنه دین که حکایت اصحاب کهف است که چطور در دین خودشون مورد فتنه و ابتلا قرار گرفتند. اولین داستان حکایت از فتنه دین است. اگر شما انسان‌ها در دینتون به فتنه افتادید، در جایی نتونستید که عبادت بکنید و به شما اجبار می آمد و شما رو مجبور می کردن که کافر بشید یا مشرک بشید، آزادی نداشتید، اهانت به دین و مقدسات رو مشاهده می کردید، چه باید بکنید؟ فتنه دین، فتنه مال، کسانی که مال دارن و الله تعالی اونها رو با مال و فرزندان فراوان و قدرت اونها رو آزمایش میکنه، اینها حکایتشون چگونه خواهد بود؟ فتنه مال، کسانی که الله به اونها مال داده و کسانی که به اونها مال نداده و یا مال کمتری داده. فتنه مال، این سوره از فتنه ها صحبت میکنه. فتنه دین، فتنه مال، بعد از اون فتنه علم و مدرک و تحصیلات. حکایت موسی علیه السلام و خضر حکایت فتنه علم است. کسانی که گمان میکنند از همه عالمترند و عالمتر از خود ندارند ولو آنکه موسی علیه السلام باشند، حکایت اونها چگونه خواهد بود؟ حکایت موسی علیه السلام و خضر، حکایت علم و فتنه علم. سومین حکایت مهم این سوره است فتنه دین با اصحاب کهف، فتنه مال با اون 2 نفر همراه، فتنه علم با موسی علیه السلام و خضر و فتنه ملک و پادشاهی. 4مین فتنه مهمی که در این سوره از او صحبت میشه، فتنه ملک، فتنه قدرت، جاه و مکانت. درباره حکایت ذوالقرنین و زندگی او و آنچه که اشاره میشه به او در این باب صحبت میشه. سوره کهف به فتنه ابلیس اشاره میکنه در بین 2 فتنه اولی و 2 فتنه آخر سوره. بعد از فتنه دین و مال، فتنه ابلیس و آدم علیه السلام اشاره میشه، فتنه که ابلیس دچار اون شد و بعد از اون دوباره به فتنه علم و قدرت و ملک و پادشاهی اشاره میشه. سوره کهف سوره است تا به ما یادآوری بکنه که اگر میخواید از فتنه ها در امان باشید، به سوره کهف پناه ببرید، به کهف پناه ببرید، به یک غار، به یک مکانی که آرامش بده به شما. این کهف الان این سوره است برای ما. سوره کهف یک کهفه، یک مکان امنه، یک پناهگاه برای همه انسان ها، برای همه مؤمنین در طول تاریخ در فتنه های مختلف دین و مال و علم و ملک و پادشاهی و مهمتر از اونها فتنه ابلیس و بزرگترین فتنه ای که مسلمان ها در طول تاریخ خود با او روبرو خواهند شد فتنه دجال است. دجال که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیوسته از او به الله تعالی پناه می برد و از ما خواست و فرمود که پناه ببرید به الله متعال از فتنه دجال. این فتنه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی آیات ابتدایی سوره کهف رو تلاوت بکنه از فتنه دجال در امان خواهد بود. کهف، سوره کهف، کهفی است برای در پناه موندن و در امان موندن، در امان ماندن از فتنه ها. به همین علت توجه ویژه‌ای به این سوره شده از طرف مفسرین، از طرف اهل پژوهش و علمای این امت. در این سوره که تشویق شده و ترغیب شده به تلاوت اون بیشتر از سوره های دیگر، چه بسا از بین سوره هایی که در خارج از نماز تلاوت میشه بعد از حمد، سوره به مانند کهف ترغیب و تشویق فراوان است برای تلاوت اون و تدبر اون و خود این تشویق برای تلاوتش دلیل بر اهمیت است. سوره کهف برای ما درس ها داره، سوره کهف برای ما حکایت ها داره، سوره کهف ما رو در برابر فتنه ها ایمن میکنه و بیمه میکنه. بعد از اینکه الله متعال در سوره مبارکه اسراء، سوره‌ای که در مهمترین سفر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه از مسجد الحرام به مسجد الاقصی و از آنجا به آسمان ها
اتفاق افتاد در پاسی از شب با روح جسم. بعد از اینکه این سوره نازل شد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، الان سوره عظیم دیگری داریم به نام سوره کهف. سوره کهف از جمله سوره هایی است که با کلمه الحمدلله و با تعبیر الحمدلله آغاز میشه. 5 سوره در قرآن کریم با این تعبیر آغاز میشن. الحمدلله. اولین سوره سوره حمد است. الحمدلله رب العالمین، سوره‌ای که در هر رکعت نماز خونده میشه. دومین سوره سوره مبارکه انعام است و سومین سوره سوره کهف است. چهارمین سوره هم سوره سبع و بعد از اون سوره فاطر. پنجمین سوره است که از بین سوره های قرآن کریم با لفظ الحمدلله آغاز میشن. این سوره ها قالب محتوای این سوره ها اشاره دارند به مباحث اعتقادی و الله متعال در این سوره ها به مهمترین مباحث اعتقادی اشاره فرمودند. علاوه بر این که این سوره ها 4 سوره دیگر بجز سوره مبارکه حمد، 4 سوره حمد الله تعالی برای خلقت و برای ربوبیت و برای آن چیزی است که الله متعال از نعمت خلق به بندگان عطا فرموده. شروع این سوره ها این گونه است و در این سوره مبارکه حکایت حمد و ثنای الله متعال به خاطر نعمت هدایت است. این سوره این گونه آغاز می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، حمد و ستایش و ثنا و مدح، همه انواع حمد و ستایش و مدح شایسته الله است. الله که خالق آسمان ها و زمین است. در سوره های دیگر، 4 سوره دیگری که با الحمد آغاز شدن، موضوع خلقت و ربوبیت و قدرت و تصرف الله متعال در آسمان ها و زمین مطرح است. در این سوره الله متعال اشاره میکنه به نعمت دیگری. در بین این سوره ها 2 سوره قبلش و 2 سوره بعدش بحث خلقت است و در میان این سوره ها سوره سومی که با حمد شروع میشه، یعنی سوره کهف، نعمت مهمی را الله متعال به ما بیان میکنه و گوشزد میکنه. الحمدلله، حمد و ستایش از آن الله متعال است. اون ذاتی که برجسته است، اون ذاتی که صفات کمال شایسته اوست، اون ذاتی که در ذات خودش هیچ نقصی نداره، بهترین صفات کمال رو داره، در صفاتش بهترین است، در افعالش بهترین است و در ذاتش بهترین است. الحمدلله، حمد و ستایش از آن الله است. اون ذاتی که انزل، نازل نموده، علی عبده الکتاب، بر بنده خود، انزل علی عبده. حمد و ستایش از آن الله تعالی است. این حمد و ستایش، حمد و ستایش به خاطر نعمته. ما در برابر نعمتهای الله تعالی او رو حمد میکنیم. بعد از اینکه الله متعال از جمله تعابیری که بسیار دوست دارن الحمدلله است، سبحان الله، الحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر. این 4 تعبیر به فرموده رسول صلی الله علیه و سلم بهترین ذکرهایی است که الله متعال دوست دارن. سوره مبارکه اسراء قبل از این سوره با سبحان الله آغاز شد، این سوره با الحمدلله. پایان سوره مبارکه اسراء هم با الحمدلله به پایان رسیده بود و قل الحمدلله. و در این سوره هم که امتداد حکایت و دروس و عبر سوره اسراء است، موضوع الحمد ادامه پیدا میکنه. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب، اون ذاتی که نازل فرموده بر بنده خودش، علی عبده، بر بنده خودش. عبد بودن بالاترین درجه تقرب است. در سوره مبارکه اسراء هم بعد از اینکه سبحان الله الذي، سبحان الله الذي اسرى بعبده
لیلا. اونجا هم الله متعال در سفر و شرافت بزرگ اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم رو با تعبیر عبد معرفی فرمود. اینجا هم وقتی که نعمت نزول قرآن و این کتاب عظیم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میگرده و به خاطر این نعمت حمد الله تعالی بر ما واجب است و ستایش او، باز هم الله متعال به موضوع عبد بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره می‌فرماید. عبد بودن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من الله با عظمت خلق نکردم انسانها و جنها رو مگر اینکه عبادت من رو انجام بدن. هدف از آفرینش کل آسمان ها و زمین عبادت الله تعالی است و کسی که در عبادت به بالاترین درجه میرسه مقربترین است نزد الله تعالی. الله متعال در این دو سوره پشت سر هم در آغازش رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بعد از اینکه الله متعال خود رو تسبیح و تحمید میفرمایند و بدون نعمت بزرگ که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم عطا شده اشاره میفرمایند، تعبیر عبد استفاده میکنند، نه نبی و نه رسول، چرا که عبدیت برای رسول صلی الله علیه و سلم و کمال عبودیت هنر ایشان بود. شاید یکی از حکمت‌ها این است که الله متعال با این تعبیر اشاره می‌فرمایند همان گونه‌ای که در پایان سوره باز در سوره مبارکه کهف می‌خوانیم قل انما انا بشر مثلکم، در آیه آخر آیه اول الله متعال در این سوره می‌فرماید من بر عبد خود قرآن رو نازل کردم. در پایان همین سوره باز الله متعال خطاب به پیامبرش دستور می‌فرماید قل ای پیامبر من بگو انما انا بشر مثلکم، من انسانی به مانند شما هستم، یوحى الیه، فرق من و شما در اینه که به من وحی میشه و به شما وحی نمیشه. تا کسانی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان میآورن او رو از اون درجه و مقامش بالاتر نبرن، غلوف نکنن در شأنش، به او صفات ربوبیت ندن که او عبدالله هست، که او بنده الله تعالی است و اگر به درجه رسیده به خاطر کمال عبودیت اوست. الحمدلله الذی انزل علی عبده، نازل فرموده بر بنده خودش، الکتاب، کتاب رو نازل فرموده بر بنده خودش. اگر به نحوه نوشتن کتاب هم دقت بکنیم در مصحف، انزل علی عبده الکتاب، خود کلمه کتاب این رو به شکل کتب هم نوشته میشه. اشاره به این هست که الله متعال کتابی فرستاده بر رسولش که این کتاب در برگیرنده تمام کتب گذشته است و مصدقا لما بین یدیه، و تایید کننده است برای آن چیزی که قبل از این کتاب نازل شده. حمد و سپاس از آن الله است، آن پروردگاری، آن ذاتی که نازل کرده بر بندهش الکتابه، کتاب رو نازل فرموده، ولم یجعل له عوجا، و قرار نداده است، ولم یجعل له، برای او، عوجا، هیچ کجی و انحرافی رو. له، ضمیر هی در له برمیگرده به دو حکایت. ولم یجعل له عوجا، انزل علی عبده الکتاب، بر پیامبر، بر بنده خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این کتاب رو نازل کرده که در برگیرنده تمام آن مفاهیمی است که در کتب گذشته درباره اصول اعتقادی داشتن، این کتاب رو نازل فرموده. ولم یجعل له، و قرار نداده برای این کتاب، این یک برداشت از این کلمه لهوست. اگر له مرجع ضمیر هو رو برگردونیم به کتاب، ولم یجعل له عوجا، و برای قرآن کریم هیچ گونه کجی و انحرافی قرار نداده. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در آیه 82 از سوره مبارکه نساء الله متعال فرمود آیا در قرآن من، آیا در کلام الله متعال قرآن تدبر نمی کنن؟ اگر این کتاب از جانب غیر الله متعال می بود در او اختلاف زیادی می یافتند، اما در قرآن کریم هیچ کجی و انحرافی وجود نداره، هیچ کاستی در این کتاب یافت نمی شود. یک برداشت دیگه از کلمه له ولم یجعل له، برخی از مفسرین کلمه له رو برگرداندن به عبدهی، به عبد برگرداندن. ولم یجعل له یعنی ولم یجعل لعبدهی یعنی لرسولهی. اگر این گونه برداشت بکنیم، حکایت این گونه میشه که حمد و ستایش از آن اون ذاتی است که بر پیامبرش
قرآن نازل فرمود، کتابی نازل فرمود که در برگیرنده تمام مفاهیم اعتقادی کتب گذشته است. ولم یجعل له، و قرار نداد برای آن پیامبر هیچ کجی و انحرافی رو. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ذاتشون، رسول الله علیه السلام در اخلاقشون، رسول الله صلی الله علیه و سلم در افعال و رفتارشون هیچ کجی و انحراف و کاستی وجود نداشت. ولم یجعل له عوجا و انک لعلی خلق عظیم. چرا این گونه باشه که الله متعال فرمود و انک لعلی خلق عظیم، تو در بالاترین درجات و مکارم اخلاقی قرار دادی. چشم او رو تایید کرد. ما زاغ البصر و ما طغى. وقتی که درباره قلب ایشان صحبت فرمود که ما کذب الفؤاد ما رأى. از سینه اون عزیز وقتی صحبت به بیان آمد، الم نشرح لک صدرک، آیا من سینه تو رو فراخ نفرمودم؟ وقتی که درباره اخلاق ایشون صحبت فرمود، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، برای مؤمنان بسیار مهربان است و بسیار دلسوز است. علمه شدید القوه، معلمی او رو تعلیم داده به مانند جبرائیل علیه السلام که صاحب قدرت و شوکت است و تمام ذات ایشون رو در یک کلمه خلاصه فرمود و انک لعلی خلق عظیم. و شما در بالاترین و مهمترین و عظیمترین پایه های مکارم اخلاق قرار داده ای پیامبر من. و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. زبانش رو تاکید فرمود وقتی که فرمود از پیش خود صحبتی نمی کنم مگر اینکه به او وحی میشه. ولم یجعل له عوجا. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا. پاک است، ستایش از آن اون ذاتی است که بر بنده اش قرآن رو نازل فرمود. نزول قرآن سبب شده تا الله تعالی خودش رو تحمید بکنه. ولم یجعل له عوجا. و برای قرآن و برای معلم قرآن و مفسر و شارح قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ انحراف و کجی وجود نداره. قرآن چون خودش هیچ انحراف و کجی وجود نداره، کسانی که منهج قرآنی دارن، کسانی که در زندگی پیرو قرآنن، زندگی اینها انحراف نداره، زندگی اینها کجی نداره، اینها زندگیشون مستقیمه، اینها زندگیشون مستقیم به سمت اون راهی که رضایت الله تعالی رو به دنبال داره پیش میره. اما هر کس از قرآن کج کرد مسیرش رو، به اندازه فاصله گرفتن از قرآن به انحراف و بیراه میره. الحمدلله الذی انزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. قیما لینذر بأسا شدیدا. قیما، این کتاب از صفات دیگرش اینه که پابرجاست، قیما مستقیم است، بر مسیر اعتدال پیش میره. قیما مستقیم است. لینذر، تا پند دهد، انذار دهد. ل تا ینذر، انذار دهد. ل ان ینذر بوده در اصل، ان محذوف مقدر است بعد از لام و سبب نصب را که فتحه گرفته اون ان محذوف است. ل ان ینذر، لینذر تا الله متعال، یا میتونیم بگیم تا رسول الله و یا تا قرآن کریم، هر سه این تعبیر میشه فاعل این کلمه ینذر باشه. تا الله متعال انذار دهد، تا رسول الله انذار و بیم دهد و قرآن انذار و بیم دهد که هر سه یک چیز است. تا انذار بدهد بأسا شدیدا، عذاب شدید و سختی رو تا بترساند از عذاب سخت و شدیدی که پیش روست، من لدنهم، از جانب او تعالی. تا رسول الله و قرآن کریم انذار بده تمام انسانها رو از جانب الله متعال. و یبشر المؤمنین، و بشارت دهد مؤمنان را. اون کسانی که عملون الصالحات، اون مؤمنانی که عمل صالح انجام میدهند. الذين يعملون الصالحات ان لهم، چه بشارتی به آنها میده؟ که همانا برای آنهاست. ان لهم اجرا حسنا، انذار و بشارت. ان لهم اجرا حسنا، که برای آنهاست پاداش بسیار نیکویی. انذار و بشارت، دو وظیفه مهم رسالت، دو وظیفه مهم نزول قرآن کریم
وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام شد، سرلوحه کار ایشون قرار گرفت. دو وظیفه مهم، یکی انذار، یکی تبشیر یا بشارت دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار اینکه بشارت میدادن به نعمتهای الله تعالی در آینده، به رحمت الله تعالی و فضلش، به حسن خاتمه در دنیا و آخرت، در کنارش بیم میدادن، میترساندن. این گونه نباشه که دعوتگر در مسیر دعوت به حجت اینکه، به این گمان که اگر ما صحبت از عذاب بکنیم، اگر ما صحبت از دوزخ بکنیم، اگر ما صحبت از آینده خطرناک بکنیم، این گویی که چهره اسلام ما رو خشن نشون میده و زشت نشون میده. پس ما این بخش انذار رو فعلا بهش کاری نمیگیریم و مردم رو فقط تشویق میکنیم و بشارت میدیم، نمیترسونیم اونها رو. این منهج دعوی خطاست. کسانی که بر این شکل میخوان پیش برن که فقط به یک بعد از دعوت اتکا میکنن. دعوت مرغی است با دو بال، بال انذار و بال تبشیر یا بشارت دادن، ترساندن و امیدوار کردن و بشارت دادن. هر کدوم از اینها اگر از بین رفت، این دعوت به بیراهه میره. حقیقت مسیر ما اینه که خطر داره. یک مسیری رو ما در پیش رو داریم که اون مسیر نقاط خطرناکی داره، گذرگاه ها و گردنه های ترسناکی داره، دره ها و چاله های وحشتناکی داره و نهایتش دوزخه. چو بینی نابینا و چاه هست، اگر ساکت بنشینی، گر خاموش بنشینی گناه هست. انسان وقتی که میبینه که این انسان اگر ایمان نیاره، اگر به این شکل پیش میره، و عده حق الله تعالی این است که این انسان به هلاکت میفته و عذاب میبینه، نمیتونه که ساکت بنشینه. لازمه بعضی وقتها باید انذار باشه، باید ترس باشه، باید انسان از آینده خودش بیم داشته باشه، باید بترسه از سرنوشت خودش در قبر، از بعد از مرگ، از اینکه بعد از مرگ برای او چه اتفاقی خواهد افتاد، بعد از اینکه او رو شستن و در قبر گذاشتن و خاک ریختن بر روی او و او رو ترک کردن، چه اتفاقی براش میفته. باید بترسه از اون روز. و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بپرهیزید از اون روزی که در اون روز به سوی الله متعال باز میگردید. باید باشه انذار، ترساندن باید باشه. لینذر قوما لینذر بأسا شدیدا. و در تعابیر مختلف ما این حکایت رو داریم، رسولا مبشرین و منذرین. اصلا یک از اهداف مهم رسالت انبیا این بوده که مبشر بودن و منذر بودن، بشارت میدادن و میترساندن. قیما لینذر بأسا شدیدا، یک عذاب بزرگی پیش روست. و یبشر المؤمنین، بشارت میده به مؤمنین. مؤمنین کیا هستن؟ الذین یعملون الصالحات، مؤمنی که عمل میکنه، مؤمنی که نه که فقط بگه آقا من دلم پاکه، من خدا رو قبول دارم، من که به آخرت ایمان دارم، من قرآن رو احترام میگذارم، اما نماز نمیخونه، اما گناه تا دلش بخواد انجام میده، اما روزه هم نمیگیره، قرآن هم تلاوت نمیکنه، حجاب هم که سبب میشه تا زیبایی های بدنش نشون داده نشه، خوشگلیش رو دیگران نبینن، کلاسش میره پایین. اگر پایبند به دین باشه افت کلاس داره و دیگه این آقا در بین چشم و همچشمان دور بری ها میگن آدم عقب مونده متحجریه. این در شهر زندگی میکنه که دور بری ها همه تیپ میزنن، با کلاسن، زیاد اهل دین و این چیزها نیستن و کسی اهل دین باشه رو، اگر کسی رو که اهل دین دیدن او رو مسخره میکنن، فکر میکنن که دیندار شدن یعنی عقب افتادگی در زندگی، یعنی بدبخت شدن، یعنی خنگ بودن، یعنی نادان بودن و این هم متأثر از اونهاست و در دل خودش فکر میکنه که ایمان داره اما در عمل هیچ اثری از ایمان در اون نیست. نه، مؤمنی که عمل نمیکنه مؤمن نیست. این انسان ادعای ایمان داره، فکر میکنه که ایمانه. ابلیس هم این ایمان رو داشت، اعتقاد به الله تعالی داره، اعتقاد به روز قیامت هم داره، اعتقاد به صفات کمالی الله متعال هم داره، اعتقاد به اینکه خالق و رازقش الله متعال هست هم داره. همه اینها رو آیات قرآنی اشاره میکنن که ابلیس باورمنده، اما چرا سرانجامش این گونه شد؟ چون عمل نمیکنه، چون تکبر کرد، چون تمرد کرد، چون دستور الله متعال رو اجرا نکرد.
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، پاداشی بسیار نیکو. این پاداش، زیباییش این پاداش چیه؟ ماکثین فیه ابدا. زیبایی این بشارت در اینه که اون وعده بهشتی که داده میشه، اون وعده پایان پذیر نیست. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا. در او میمانند. ماکثین مقیمین، ماکثین از مکس میاد، اونجا میمانند، اونجا مکس کنندگانند، مقیم شوندگانند در بهشت، در اون اجر عظیم، ابدا، همیشه جاودانه در بهشت میمانند. این حکایت جاودانگی زیباترین بخش نعمت الله تعالی در بهشت، بهشتی که پایانی نداره، بهشتی که این بهشت انتهایی نداره. این سرنوشت به آینده نیکوی کسانی است که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. اما انذار برای کیست؟ و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و بترساند کسانی را انذار بده که گفتن اتخذ الله ولدا، برگرفته است الله متعال برای خود فرزندی. بترساند هدف رسالت، یکی از اهداف رسالت ترساندن کسانی است که این گونه باور میکنن از یهود و از نصارا و از دیگر مشرکان که الله تعالی برای خود فرزندی برگزیده است. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، کسانی از یهود، از نصارا، از دیگر مشرکین بر این باورن که الله متعال برای خودش فرزندی برگزیده. یا برخی دیگر این گونه فکر میکنن که الله متعال برای خودش شریکانی داره. ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا. ما لهم به من علم، اینها هیچ علمی پیش اونها نیست که این ادعای اونها رو ثابت بکنه. ما لهم، نیست برای اونها بهی، برای اثبات این ادعاشون، من علم، از علم و دلیل و برهان، ولا لآبائهم، و همچنین نبوده است برای آبا اجداد اینها میگفتن وجدنا علیه آباءنا کذلک یفعلون، ما آبا و اجدادمون رو این گونه یافتیم که این گونه کار میکردن. نه خودشون دلیلی برای اثبات این تهمت خود دارن و نه آبا و اجدادشون داشتن. کبرت کلمتن، چه بزرگ است کلمه‌ای که تخرج من افواههم، کلامی که خارج میشه از دهان اینها، خیلی کلام سختی و سنگین است. ان یقولون الا کذبا، اینها جز دروغ نمیگویند. لم یتخذ ولدا، الله تعالی بر خودش فرزندی بر نگزیده است. قل هو الله احد، بگو الله یگانه است. الله الصمد، الله بی نیاز است، در هیچ چیزی به هیچ کسی نیازمند نیست و همه در هر چیزی به اون نیازمندن. لم یلد ولم یولد، نه زاییده است و نه زاده شده است. الله متعال فرزندی نداره. کسانی که فکر میکنن الله تعالی فرزند دارد، کبرت کلمة تخرج من افواههم، این کلمه خیلی سنگینه. بعضیا فکر میکنن که اگر کسی گفت، حالا خب مسیحیان میگن مثلا یا یهودیان، عیسی پسر خداست، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. الله متعال میفهمد یهودیان گفتن عزیر پسر الله است و مسیحیان گفتن و نصارا که عیسی پسر الله است. شاید برای برخیا این تعبیر خیلی آسون بیاد، حالا یک چیزی گفتن دیگه، چرا انقدر سخت میگیرید؟ کبرت کلمة تخرج من افواههم، خیلی سنگینه. این حرفی که از زبان اینهاست اهانت بسیار بزرگی است به الله متعال. کسی که مشرکه بزرگترین اهانت رو به الله متعال میکنه. بزرگترین دشمن الله تعالی مشرک است. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، نزدیک است که آسمان ها از هم بشکافند بالای سر اینها. و تنشق الارض، و زمین شق بشه. و تخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، و کوها از هم بپاشند به این خاطر که اینها گفتن الله رحمان فرزندی برگزیده است. این یقولون الا کذبا، اینها جز دروغ نمیگویند. این صحبت سنگینه، تحملش سنگینه کسی بیاد و چون این تهمتی رو بر الله متعال روا بدارد. این یقولون الا کذبا، اینها جز دروغ نمیگویند. فلعلک
باخع نفسک علی اثرهم، پس نزدیک است ای پیامبر من، فلعلک، پس نزدیک است که ای پیامبر من تو باخع نفسک، باخع اسم فاعل است به معنای هالکن، باخع یعنی هلاک بکنی نفس خود رو، نزدیک است ای پیامبر من که شما نفس خودت رو هلاک بکنی نفست رو، علی آثارهم، بر کرده اینها و کار اینها و روش اینها، ان لم یؤمنوا، اگر ایمان نیاورند، به هذا الحدیث، به این کلام، اسفا، از روی ناراحتی. شما اگر اینها ایمان نیاورند، از شدت ناراحتی نزدیکه که شما خود رو از بین ببری ای پیامبر من. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که تمرد مشرکین رو میدیدن، براشون سنگین بود، تحملش سنگین بود که چرا اینها حق رو نمیپذیرند، که چرا اینها به فکر هدایت خود و نجات خود از آتش دوزخ نیستند، چرا اینها خود رو به هلاکت میاندازند. و این برای ایشان بسیار سنگین بود. ولعلک باخع نفسک علی آثارهم، نزدیک است ای پیامبر من شما از بین ببری و هلاک بکنی نفست رو به خاطر کرده اینها. لم یؤمنوا، اگر ایمان نیاوردن، به هذا الحدیث، با این کلام، اسفا، از روی ناراحتی شما نزدیک خودت رو این کار رو بکنی. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ای پیامبر من الله با عظمت قرآن رو بر تو نازل نکردم تا خودت رو به مشقت بیاندازی. فلا تذهب نفسك علیهم حسرات، این گونه نشه که شما از بین ببری نفس خودت رو به خاطر حسرت خوردن به این مشرکین که چرا ایمان نمیآورند. و تعابیر مختلف در آیات کلام الله مجید نشان بر این داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر به ایمان این مشرکین حرص داشتن و تلاش داشتن. و این صفت باید سرلوحه کار هر دعوتگری باشه که تلاش بکنه که به دنبال هدایت باشه و نجات باشه، نه به دنبال هلاکت و از بین بردن و بگیره دست کسانی رو که از راه به در رفتن. اما تا جایی که وظیفش رو انجام میده. و ما علیک الا البلاغ لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت دیگران به دست تو نیست و الله متعال هر کی رو بخواد هدایت میکنه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو نمیتوانی کسانی رو که بخوای هدایت بکنی، فقط الله تعالی است که هر کسی رو که بخواد هدایت میکنه. وظیفه دعوت انجام میشه و بقیهش به الله متعال سپرده میشه. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما علی الارض زینة لها، من الله با عظمت همانا من الله با عظمت قرار دادم. جعلنا ما علی الارض، آنچه که بر زمین است، ما علی الارض، آنچه که بر روی زمین است رو من الله با عظمت قرار دادم زینة لها، زینتی برای زمین، زیبا میشه، لذت بخش میشه. چرا؟ لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا من الله با عظمت لنبلوهم، تا آزمایش بکنم من الله با عظمت آنها را که ایهم، کدامشان، احسن و بهتر است، عملا، از نگاه عمل کردن، از منظر عمل کردن کدام اینها بهتر است. ان جعلنا ما علی الارض زینة لها، من الله با عظمت آنچه که روی زمین است رو زینت زمین قرار دادم. آنچه که بر روی زمین است از تمام نعمتایی که الله متعال قرار داده، همه اینها زینت است. زینت زمینه، باعث زینت، زیباست، دوست داشتنیه. از باغها، از دریاها، از رودخانه ها، از تفریحگاه ها، از ویلاها، از باغ و بوستان ها، از گلستان ها، از تجارت، از ثروت، از مال، از همسر، از خانه و کاخ، از تجارت و ثروت، از فرزند، از آنچه که دور بر انسان به دست میاد، از قدرت، از ثروت، هر چیزی که انسان دوست داره، غذا، خوراک، پوشاک. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزند
زینت زندگی دنیاست. زین للناس، زینت داده شده برای انسانها، حب الشهوات من النساء، شهوت، محبت شهوت نسبت به خانمها نسبت به آقایان، والبنین، و همچنین حب فرزنددار شدن و فرزند داشتن، والقناطیر المقنطره، ثروت‌های هنگفت، من الذهب والفضه، طلا، نقره، والخیل المسومه، سواری‌های آنچنانی، هواپیماهای خصوصی، مدل‌های آخرین مدل‌های ماشین و آخرین سیستم‌ها، هر سواری که انسان استفاده میکنه، اسب، شتر، والخیل المسومه والانعام والحرث، مال، چهارپایان، دامداری، ثروت، کشاورزی، کارخانه، تجارت، همه اینها ذلک متاع الحیات الدنیا، اینها متاع زندگی دنیاست. ان جعلنا ما علی الارض زینة لها، من الله با عظمت همه اینها رو قرار دادم روی زمین. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، اون ذاتی است که هر آن چیزی که در زمین است رو برای شما خلق کرده و زینت داده و زیبا کرده و تمایل نسبت به اینها در وجود انسان ایجاد شده. انسان نسبت به اینها مشتاقه و تمایل پیدا میکنه، دوست داره که ثروت داشته باشه، دوست داره که قدرت داشته باشه، دوست داره که کاخ داشته باشه، که باغ داشته باشه، که گلستان و بوستان داشته باشه، که منزل‌های ویلایی آنچنانی داشته باشه، سواری‌های آنچنانی داشته باشه، همسرهای زیبا داشته باشه، فرزندان نازنین داشته باشه، ثروت و قدرت داشته باشه. اینها همه هستن. الله متعال میفهمد من دنیا رو خلق کردم، من الله با عظمت دنیا رو خلق کردم، زینت دادم، قشنگش کردم، لذت بخشش کردم. تمایل، این نیرو رو در وجود شما هم، این تمایل رو نسبت به این زینت هم ایجاد کردم و به وجود آوردم. بار الله، چرا؟ به چه خاطر؟ این همه شیفتگی انسان به این زیبایی ها که خودت خلق کردی به خاطر چیست؟ لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا من الله با عظمت آزمایش کنم انسانها رو. ایهم، که کدام اینها، احسن و عملا، بهتر عمل میکنند. کدوم یک از اینها بهتر عمل میکنند؟ اینجا دنیا محل آزمایش، دنیا محلی است که انسان ابتلا میشه و آزمایش میشه. دل انسان تمنا میکنه و اقتضا میکنه که در گرمای تابستان، در رمضان، آب و غذا فراهم است که بخوره، اما نمیخوره. انسان تمنا میکنه و شهوت درونی انسان رو تحریک میکنه تا هر جوری که دلش میخواد رابطه داشته باشه با هر کسی که دلش میخواد، با زینت ها، با این تجملات و زیبایی ها، با این زیبارویان، با آن مهرویان. اما الله متعال داره آزمایش میکنه، خط سرخ‌هایی گذاشته، محدوده های مشخص کرده، چراغ قرمزهایی قرار داده روی زمین، قوانینی گذاشته برای ما تا ببینه که ما چقدر و چگونه عمل میکنیم، کدام یک از ما بهتر عمل میکنیم. الذی خلق الموت والحیات، اون ذاتی که مرگ و زندگی رو اصلا آفریده، به چه خاطر؟ لیبلوکم، تا شما رو بیازماید، ایکم احسن و عملا، کدوم یکی از شما بهتر عمل میکنید. این حکمت خلقت آسمان ها و زمین است. الله متعال دنیا رو خلق کرده و زینت داده و در دل ما و وجود ما نسبت به این زینت ها تمایل گذاشته تا ما رو با این تمایل و اون جمال و تجملات و زینت آزمایش بکنه. الان دیگه باید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این میدان کسانی که اهل مسابقه هستن با یکدیگر مسابقه بدن تا مشخص بشه که لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا من الله با عظمت ببینم که کدوم یکی از اینها بهتر عمل میکنه. یوسف صفتی با اون زیبایی و جمال و کمال در اوج جوانی و زیبایی، پشت 7 در بسته، پری روی دیگری مثل خودش رو کمتر از اون در جمال
تنها میبینه که خود او طالبه و حتی ولقد همت به و حمله میکنه و قالت هیت لک، میگه من در اختیار تو هم. این یعنی آزمایش. لنبلوهم. اینجاست که خمیره مردها من المؤمنین رجال، از مردها، از مؤمنین مردهایی هستن. مردانگی یک صفته، جنس زن و مرد مهم نیست، یک صفته که برخی ها دارن. اینجاست که اون خمیره اصلی خودش رو نشون میده. اینجاست که آزمایش ارزش پیدا میکنه. پشت 7 در بسته نفس طالب و شهوت غالب و رقیبان خفته و همه حکایت آماده است، اما میگه معاذ الله، من از الله با عظمت میترسم. انه ربی احسن مثوای، اون پروردگار من است. احسن عملو یعنی این. در یک محفلی نشسته، دوربری ها مشغول به گناهن، مشغول به غیبتن، مشغول به لهو و لعبن. نمیشینه و بلند میشه، میره بیرون، با اینها نمی نشینه، به یک کهفی پناه میبره، میره به یک پناهگاهی، خودش رو میکشه بیرون از این فتنه ای که به وجود اومده. این حکایت تازه داره شروع میشه. اینجا مقدمه داستانهای بعدیه. اینجا الله متعال برای ما تا اینجا فرمود که من کتابم رو فرستادم تا شما رو بیم بده. پیامبر من از طریق کتاب من به دستور من مسیر پیش روی خودتون رو پیدا کنید، به سمت بهشت یا به سمت دوزخ. دنیا محل آزمایش شماست با تمام زیبایی هاش. همه اینها رو من خلق کردم تا شما رو آزمایش بکنم. ان جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. احسن عملا، احسن نفرمود اکثر عملا کی بیشتر کار میکنه، نه، احسن عملا کی بهتر کار میکنه. اونقدری که کیفیت مهمه، کمیت مهم نیست. باید خودت خوب باشی، باید کارت خوب باشه، باید کارت خالص باشه به خاطر الله، باید کارت درست باشه در مسیرش، در مسیر اتباع از پیامبرت، در مسیر کتاب، در مسیری که الله به دستور میده، نه هر جوری که دلت میخواد. احسن و عملا باید اخلاص باشه و اتباع هم باید باشه، خالصانه فقط به خاطر الله و با پیروی از رسول الله. اون موقع میشه احسن، کسانی که بهتر عمل میکنن. بعدش چی میشه؟ پایان این آزمایش، این آزمایشگاه آخرش کجا میرسه؟ تا کی؟ ان جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و ان لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. و من الله با عظمت لجاعلون قرار میدهم ما علیها، آنچه که بر روی زمین است، ما آنچه که علا برها برمیگرده به زمین، ما علیها آنچه که بر زمین است، و من الله با عظمت قرار میدم آنچه که بر زمین است صعیدا جرزا. صعید زمین صافی که نه پستی داره و نه بلندی داره، دشت. جرزا، جرز بدون گیاه، بدون علف، بدون درخت، یک دشت بیابان لم یزرع برهود، صاف، هیچی نداره. و ان لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. عاقبتش اینه حتی اذا اخذت الارض زخرفها، در سوره یونس الله متعال فرمود تا اون لحظه که زمین تجملات خودش رو میگیره، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، جمال، مال، ثروت، قدرت، همه چی به دست میاره طرف. انسان در این دنیا از این زینت ها یک سهم بزرگی رو به دست میاره، ثروت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، به دنبال شهوتش میره، هر چی که دلش میخواد انجام میده.
افرأیت من اتخذ الهه هواه، خدای او هوای اوست، هر چی که هوای نفسش امر میکنه انجام میده. از این زینت آزمایشه دیگه، آخرش چی میشه؟ انجام میده. 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70 میرسه به لحظه مرگش. الان این ثروتش، این قدرتش، این مالش، این گذشته‌ای که در شهوت و خواسته های نفسش طی کرد، الان وقتی که نگاه میکنه به پشت سرش، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا، اون لحظه که فکر میکنه دیگه الان مالک همین چیزاست، امر الله تعالی میاد. فجعلناه حصیدا كأن لم تغن بالامس، همه را از بیخ میکنه انگار که اصلا هیچ چیزی وجود نداشته. گذشته 70 سال عمرشه، عبادت نکرده، به الله اعتقاد نداشته، هر کاری هم درش خواسته کرده، هر چی می‌خواسته انجام داده، ثروت هم داشته، قدرت هم داشته. الان که به گذشته خودش نگاه میکنه فکر میکنه هیچی نداشته. الان دیگه زمان مرگشه. و این لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، و من الله با عظمت قرار میدم آنچه که روی زمین هست، هر چی از این زینت ها هست آخرش میشه مثل یک دشتی که هیچی نداشته، همین رو از بین میره. نه ثروت برات میمونه، نه قدرت برات میمونه، نه خانواده برات میمونه، نه همسرت برات میمونه، نه مالت برات میمونه، نه مدرک تحصیلیت برات میمونه، نه دوستانت برات میمونه. شک داری؟ باور نکن. شک داری که میمیری. اگه شک داری که میمیری، که موقع دیگه باید به عقلت شک کنی. یک روزی این حکایت من شماست، این حقیقت این دنیاست. باور بکنیم یا باور نکنیم این حقیقت دنیاست. این آینده پیش روی ماست. اگر الان ما غرق این زینت ها شدیم، در این آزمایش خودمون رو گم کردیم، با این زینت ها مشغول شدیم به این و به اون و به این و به اون و به این لذت ها، به این زینت ها، به این جمال و ثروت و قدرت و نعمت، اما و ان لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، یک روزی همه اینها از کف ما میره. اون روزی که ما رو در قبر میگذارن، پس باید به هوش بود. چیکار باید کرد؟ این فتنه و آزمایش رو چگونه میشه موفق بود؟ از اینجا حکایت ها شروع میشه. وصف حال ما چطور موفق باشیم؟ بررسی کنید، یاد بگیرید از گذشتگان که چه کردن. اولین حکایت داستان اصحاب کهف است. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان سروران، تلاوت این آیات رو با صدای زیبای شیخ ودیع الیمنی شنیدیم. ان شاءالله که لذت کافی از این تلاوت زیبا رو برده باشید. الله متعال به حکمت خلقت این دنیا اشاره فرمود و آنچه که از نعمتهای چشم پرکن و پر زرق و برق در این عالم قرار داده که همه اینها وسایلی است برای آزمایش بزرگی که ما در اون هستیم. به هر لحظه زندگی ما یک آزمایش است، چون در هر لحظه از زندگی با این زینت ها و تجملات و نعمت ها سر و کار داریم. الله متعال فرمود و این لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، عاقبت اینها رو فراموش نکنید که همه اینها از بین خواهد رفت. إن جعلنا ما على الأرض زینة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من الله با عظمت تمام آنچه که بر روی زمین است رو زینت زمین قرار دادم تا آزمایش بکنم که کدام یک از شما انسان ها، کدام یک از این انسان ها بهتر عمل می کند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. إن جعلنا ما على الأرض زینة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا و إن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیا گمان برده ای که ام حسبت، آیا گمان برده ای ان اصحاب الکهف، که یاران کهف، اصحاب یعنی یاران، کهف غار بزرگ، آیا
گمان برده ای که یاران غار وسیع، یاران اصحاب کهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بودند از نشانه های عجیب من الله با عظمت. اصحاب کهف و رقیم به چند معنی استفاده کردن، چند معنی بیان کردن برای این تعبیر مفسرین. یکی از معانی الرقیم به معنای نوشته شده، از رقم مرقوم نوشتن. کتیبه‌ای بر در غار این افراد که از اولیای الله متعال بودن نوشته شد بعد از رفتنشان. داستان اونها رو به تفصیل در آیات بعدی داره و اسمهای اونها نوشته شد. به این خاطر برخی از مفسرین گفتن به اونها رقیم گفته شد، از رقم گرفته شده و رقم زدن نوشتن. اصحاب الکهف و رقیم. برخی گفتن رقیم نام کوهی بود که این کهف یا غار در اون قرار داشت و برخی دیگر گفتن این رقیم نام اون قریه و آبادی بود که اینها در او زندگی میکردند. به هر حال اینها رو الله متعال برای ما این گونه معرفی فرمود، چه نام قریه اونها بوده باشه یا کوه اونها، یا به خاطر اینکه اونها رو بر در غار نامشون رو نوشته بودن. مهم آن است که اینها افرادی بودند اصحاب الکهف. حکایت اینجا آغاز میشه. آیا گمان برده ای؟ آیا فکر میکنی ای پیامبر من و ای مخاطب قرآن که داستان اصحاب کهف خیلی چیز عجیبی است؟ استفهام انکاری است، طلب فهم به قصد انکار. یعنی اینکه نه، انقدرم عجیب نیست در پیش الله متعال و خلقت الله متعال. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آیا خلقت شما سخت‌تره یا آسمان ها و زمین؟ همه رو بنا کرده الله متعال. درسته که برای ما انسان ها حکایت اصحاب کهف که انسان هایی برن داخل غاری سر بگذارن بر بالین خواب، بستری که نداشتن اونقدر، و 300 سال بعد از خواب بیدار بشن. 3 قرن خوابیدن برای ما عجیبه. برای ما انسان ها بسیار عجیب است این حکایت، اما نه برای الله متعال. برای خالق عجیب نیست. برای خالق چیز عجیبی نیست. قدرت داره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده بکنه تا کاری انجام میشه، کافیه که فقط امر بکنه که انجامشو انجام میشه. ام حسبت، آیا گمان کرده ای که ان اصحاب الکهف و الرقیم، اصحاب کهف و رقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، اینها بودن از آیات و نشانه های عجیب من الله با عظمت. نه، این گونه نیست. من عجیب تر از این رو هم دارم. اینش که وقتی عجیب نیست، عجیب الله چیست؟ این همه نشان عظمت الله تعالی است. اینها که بودند؟ اصحاب کهف که سوره به نام اونها است. آیه بعد برای ما معرفی میکنه اونها رو مختصرا و بعد از اون نکاتی رو که مورد نیاز ماست از این حکایت الله متعال برای ما بیان میکنه. اذ اول فتیتو، اینها جوانهایی بودن. بیاد آور اذ، آن لحظه‌ای که اوا مأوا، این هم از یک مصدر، پناه بردن. مأوا یعنی پناهگاه، اوا یعنی پناه بردن. اذ اول فتیتو، وقتی که پناه بردن. فتیه جمع فتاست، یعنی جوانانی که پناه بردن الی الکهفی، به یک غاری وسیع، به کهفی رفتن. فقالو، اونجا رفتن و دعا کردند. حکایت از اینجا شروع شد. جوانانی در سرزمین رقیم، جوانانی در سرزمین شام، ما بین منطقه فلسطین و اردن و ترکیه فعلی اختلافی در محل اونها هست و بیشتر قول راجح در اردن. در چنین سرزمینی، در منطقه سرزمین شام، جوانانی بعد از میلاد مسیح علیه السلام، بعد از اینکه مسیحیت دچار شرک شده بود
اینها پادشاه ظالمی اونها رو مجبور میکرد تا شرک بکنند و نمیخواستند که مشرک بشند و میخواستند که خودشون رو حفظ بکنند. چند صد سال قبل از تولد رسول صلی الله علیه و سلم اینها سرانجام دیدن که اینجا جای ماندن نیست، یا توحید و کشته شدن هست، چون میکشت. اگر ایمان نمی آوردن اونها رو میکشت، اگر ایمان به اعتقاد او نمی آوردن و مشرک نمی شدن، یا بعد مشرک می شدن و یا اینکه کشته می شدن. اینها راه سومی رو پیدا کردن که فرار بکنن و پناه ببرن به یک غاری و اونجا مخفی بشن تا از دست اینها در امان باشن. اینها الان مبتلا شدن به یک فتنه دین، جایی که انسان نمیتونه دینش رو حفظ بکنه، سرزمینی که به انسان اجازه نمیدن تا انسان عبادت بکنه. اینها مبتلا شدن به این فتنه دین و جوانهایی بودن. این اول فتیه، تو تأکید بر کلمه جوان بودن. اول فتیه، این فتیه اینجا وقتی که الله متعال میفهمه جوانهایی بودن معنا داره. جوانی طبیعتش لهو و لعبه. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. مراحل دنیا در سوره مبارکه حدید الله متعال بسم فرماد اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، بازی و سرگرمی است که مال کودکی است، و زینة و تفاخر بینکم، زینت و فخر فروشی که مال جوانی است و نوجوانی، و تکاثر فی الاموال والاولاد که مال میانسالی است، اضافه کردن مال و فرزند. اینها فتیه بودن، جوان بودن، وقتی که الان فرصت زینت و تفاخر اونها است. در این دنیایی که پر از زینت، ان جعلنا ما علی الارض زینة لها، در این دنیایی که الله متعال آزمایشگاهی که برای انسانها درست کرده و همین زینت ها اطراف رو فرا گرفته و همین زیبایی ها و تجملات هست، جوانانی از خاندان پادشاه، چند نفری از اینها از ثروتمندان این منطقه هستند، از پرنفوذترین افراد این منطقه هستند. اینها ایمان آوردن به پروردگارشون و میخوان موحد باشن. ثروت هم دارن، قدرت هم دارن، شهرت هم دارن، توانایی هم دارن. از مهرویان و زیبارویان هم بی بهره نیستند. هرچی که از زینت دنیاست اینها دارند. اما مسئله اینجاست که یا باید زینت دنیا رو انتخاب کنن یا دینشون رو، چرا که اینها در آزمایشند. الله متعال بعد از این که به ما فرمود این دنیا بستر آزمایش است و زینت‌های شما رو فریب نده، چرا که شما باید بهترین عمل کننده باشید در این مسابقه بهترین هاست. در عمل نمونه ای رو برای ما بیان فرمود. یاد بگیرید از کسانی که جوان بودن، در اوج جوانی و فرصت‌ها داشتن و اون زمانی که اینها زمان دوره سن و اونها دوره زینت و تفاخره، باید میرفتن دنبال ثروت و قدرت به طبیعت بشری، اما به خاطر ربشون کنترل کردن خودشون رو. اگر توی جوان امروز یوسف مانند باشی، یوسف صفت بشی، اگر توی جوان امروز به مانند اصحاب کهف کمر همت ببندی که بخوای پروردگار خودت رو عبادت بکنی، حتما کهفی برای تو هم پیدا خواهد شد. این قانون الله تعالی است. اگر بخوای از زینت‌های این دنیا دل بکنی، از زینت‌های حرام این دنیا، نه حلالش، از زینت‌های حرام این دنیا دل بکنی و دین خودت رو و عبادت خودت رو و اعتقاد خودت رو ترجیح بدی بر ظلم و کفر و شرک و تسلیم گناه و معصیت نشی، اون موقع برای تو هم کهفی خواهد بود. اون موقع الله متعال برای او عجیب نخواهد بود اگر قوانین کائنات رو تغییر بده و تو رو در غاری 300 سال هم که شده به خواب ببره تا از دست این نسل و نسل بعد و بعدش هم نجات بده، به شرط این که تو همت بکنی. اذ اول فتیتو، جوان بودن. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. جوانی که پاکه، دختری که خودش رو حفظ میکنه، با نجابت، با شرافت، با حیاست. مردی و پسر و جوانی که فرصت برای گناه داره اما گناه نمیکنه، این مرده. این اون کسانی است که الله تعالی میفهمد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. اینها از اون مردان مؤمن هستند، مرد صفتن اینها
که الله تعالی اونها رو تمجید میکنه. اذ اول فتیت الی الکهف، جوانهای نوجوانهای بلند شدن، 18 سالشونه، 20 سالشونه، در این سن و سالی که سن لهو و لعبه، بازیه، همه به دنبال اینن که یک جایی پیدا بکنن. میتونستن بگن آقا باشه قبوله، ما اعتقاد شما رو داریم، کاخ داشتن، ثروت داشتن، قدرت داشتن، شهوت داشتن، به همه چی براشون فراهم بود. اذ اول فتیت الی الکهف، اما نشد، نتونستن. چرا نتونستن؟ تفصیلش در آیات بعد ذکر میشه. خلاصه داستان اول اینجاست، بعد در تفاصیل داخل میشه. اذ اول فتیت الی الکهف، رفتن به غار، چه گفتند؟ فقالو ربنا، دعا کردند و گفتن بار الله هم آتنا من لدنک رحمتا، بده به ما از جانب خودت رحمتی، بر ما رحم نما. هر چیزی که از طرف تو به ما برسد از رحمتت، و هیئ لنا، برای ما مهیا گردان، من امرنا رشدا، در کار ما رشد و فلاح، ما رو در کارمون موفق بگردان، سرافراز بگردان، ارشاد و راهنمایی کن. فضربنا علی اذانهم، پس من الله با عظمت زدم، فضربنا، زدم من الله با عظمت علی اذانهم، بر گوشهای اینها، فی الکهف، در این غار واسع و وسیع، سنین عددا، سالهای متعددی رو. فضربنا علی اذانهم، من الله با عظمت بر گوشهای اینها پرده ای انداختم تا به خواب برن. چرا گوش؟ انسان وقتی که میخوابه، چشم انسان که بسته است و چیزی رو نمیبینه، چطور بیدار میشه؟ مهمترین وسیله ای که یک انسانی که خوابیده است رو بیدار بکنیم چه وسیله است؟ صدا کردن، شنیدن. گوش که بسته نیست، گوش میشنوه. حتما تجربه کردید که انسان وقتی در جمعی خوابیده، دور بر مثلا شلوغه، تلویزیونی روشنه یا کسی چیزی گوش میکنه یا حرف میزنن، انسان در بستر خواب خودش هم، در خواب دیدن خودش هم همین سر صدای بیرون رو به شکلی میبینه در خوابش، درگیر این صدا رو انگار که داخل خوابش هم میشنوه، اما به شکل دیگری، انگار حکایت دیگری است، اما این صدا اونجا هم هست. انسان در خواب مهمترین وسیله‌ای که میتونه بهش کمک بکنه برای بیدار شدن گوششه. الله متعال میفهمد در گوش اینها من پرده‌ای گذاشتم. فضربنا علی اذانهم فی الکهف سنین عددا، سالهای متعددی اینها خواب رفتند و هیچ صدایی نمیشنیدند تا بیدار بشند. ثم، سپس من الله با عظمت بعثناهم، اینها رو برانگیختم. بعث یعنی برانگیخته شدن. بعثت هم که ما میگیم مبعث یا بعثت رسول، یعنی برانگیخته شدن رسول. ثم بعثناهم، سپس من الله با عظمت برانگیختم آنها را، لنعلم، تا کلمه لنعلم در لغت به معنای دانستن است، تا بدانم من الله با عظمت. اما وقتی برای الله متعال این تعبیر استفاده میشه، اینجا مراد دانستن به معنای علم جدید نیست، چون الله متعال عالم بوده از قبل به این حکایت. اینجا به معنای متحقق شدن وعده الله تعالی است، علم الله تعالی. الله تعالی میدانست از قبل، به خاطر که عالم الغیب است که اینها چه میکنن، اما اینجا به مرحله عمل رسید علم الله تعالی و محقق شد آنچه که الله متعال میدانست. لنعلم، تا من الله با عظمت محقق بکنم آنچه رو که میدانستم که ای الحزبین، کدام یک از این دو گروه، حزبین تثنیه است یعنی دو تا حزب، دو تا گروه، از بین این دو گروه وقتی که بیدار شدند و گفتن چند وقت خوابیدیم، دو گروه شدن. گفتن بعد خیلی گفتن که یک روز یا نصف روز، آیات بعدی ذکر میشه، برخی گفتن الله بهتر میده. لنعلم، تا من الله با عظمت محقق بکنم علم خود رو که کدام یکی از این دو گروه احصا برشمرده است، حساب کرده، لما لبثوا، برای آنچه که گذرانده ان، امدا، زمانی رو که اونجا بودن. من الله با عظمت اینها رو دوباره برانگیختم تا ببینم که از بین این دو گروه بعد از بیدار شدن کدام یکی از اینها میداند
که چند سال اینها عمر کردند. این حکایت اینها است. عده‌ای رفتن در غار برای حفظ دینشون. الله متعال سالها اونها رو به خواب برد، دوباره بیدار شدن. مشرکین مکه در زمان رسول صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه در میدان مجادله و بحث با رسول الله صلی الله علیه و سلم عاجز شدن، دست به دامن یهودیان مدینه شدن تا به اونها کمک بکنن سوالهایی از اونها یاد بگیرن که بتوانند به وسیله اون سوالها رسول الله صلی الله علیه و سلم رو عاجز و درمانده کنند. از جمله مواردی که یهودیان پیشنهاد کردند که بپرسید از پیامبرتون، اگر پیامبر است حتما پاسخ میده. اون کسانی جوانانی که رفتند در کوه و حکایت اون پادشاه عادلی که شرق و غرب رو گرفته بود و مسئله سوم روح، از این سه گروه بپرسید. این سه تا سوال. پاسخ سوال روح رو در سوره اسراء داریم و پاسخ سوال کهف رو اینجا داریم و پاسخ اون ملک رو ذوالقرنین در آخر سوره. رسول الله علیه السلام فرمودن من فردا به شما پاسخ میدم، اما این فردا 15 روز طول کشید، وحی نیامد، جبرائیل امین علیه السلام نازل نشد. مشرکین خوشحال بودن که ما پیروز شدیم، طعنه می‌زدن به برخی از صحابه که پیامبرتان عاجز ماند از پاسخ به سوالهای ما. در روز 15 جبرائیل امین علیه السلام با سوره کهف آمد و حکایت اصحاب کهف رو بیان کرد و آنچه که در این سوره است تا در مقابل فتنه ها کهفی باشه برای ما. حکایت دوباره الله متعال اینجا فرمود که نحن نقص علیک نبأهم، ای پیامبر من نگران نباش، من الله با عظمت بیان میکنم، قصه اینها رو بازگو میکنم برات، قصه اینها رو بیان میکنم علیک، بر تو، به صورت قصه میگویم بر تو، نبأهم، خبر اینها رو بالحق بیان میدارم به شما ای پیامبر من، اخبار اینها و خبر اینها رو با حق و حقیقت، آنچه که حقیقت حکایت اینهاست رو من به تو بیان میکنم. انهم فتیه آمنوا بربهم، دوباره اینجا حکایت فتیه دوباره تکرار میشه. اینها جوانانی بودند، آمنوا بربهم، ایمان آوردن به پروردگارشون، و زدناهم هدی، من الله با عظمت هم افزودم بر هدایتشان. بشارت زیبایی است برای جوانانی و همه انسان‌هایی که خالصانه برای الله متعال قدم برمی‌دارند. آمنوا بربهم و زدناهم هدی، اونها به پروردگارشون ایمان آوردن. بربهم، کلمه رب معانی عجیبی داره. خالقشون، مالکشون، متصرف در امورشون، کسی که صاحب اختیار کل وجود ماست و زندگی ماست، همه چیز ما مال اوست. این تصور وقتی ایجاد میشه که انسان در برابر ذاتی که خالق خودش، مالک خودش، متصرف در امور زندگی و عالم خودش میدونه، این انسان به رب اعتراف پیدا میکنه، این ایمان پیدا میکنه. این بار ایمان هر چقدر تقویت میشه هدایتش هم بیشتر میشه. و زدناهم هدی، هدایت توفیق، هدایتی که انسان الله متعال به او توفیق عمل میده، او به سمت الله متعال نزدیکتر میشه، هر چقدر بیشتر میره جلو نزدیکتر میشه، تقربش بیشتر میشه، احساس زیباتری رو تجربه میکنه. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی، اینها ایمان آوردن و الله تعالی هم بر هدایت اونها افزود، نه تنها بر هدایتشون افزود. وقتی هدایت زیاد میشه و افزایش پیدا میکنه، قوت قلب میاد. و ربطنا علی قلوبهم، و من الله با عظمت بر قلبهای اینها مستحکم کردم، قلبهای اینها رو محکم کردم. ربط دادن یعنی محکم کردن، گره زدن. و ربطنا علی قلوبهم، من الله با عظمت قلبهای اینها رو محکم کردم. اذ قاموا، اون لحظه‌ای که برخاستن، قدم همت کردند و حرکت کردند. فقالوا، و گفتند ربنا، پروردگار ما، رب السماوات والارض، پروردگار ما مالک و خالق و مدبر آسمان ها و زمین است. لن ندعو من دونه الها، هرگز نمیخوانیم غیر از او خدای دیگری را، اله دیگری غیر از او نمیخوانیم.
لن ندعو من دونه اله، هرگز غیر از او کس دیگری رو به یاری نمی طلبیم. لقد قلنا اذا شططا، اگر ما این گونه بگوییم پس ما دچار آشفتگی و پریشانی می شویم. الله متعال می فهمد اینها مهمترین صفت اینها این بود که موحد بودند، جوانان توحیدی بودند که غیر الله متعال رو نمی خواندند. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. در پایان آیه 13 و ابتدای آیه 14 سوره سبع، سوره فاطر، الله متعال می‌فرماید اون کسانی رو که به غیر از الله متعال فرا می‌خوانید اونها نمی‌توانند به شما کمکی بکنند، مالک پوسته هسته خرما نیز نیستند. اگر اونها رو فرا بخوانید به فریاد شما نمی‌رسند، صدای شما رو نمی‌شنوند، ولو سمعوا، و به فرض محال که بشنوند هم مستجابوا لكم، نمی‌توانند استجابت بکنند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، و روز قیامت به این شرک شما که ندای غیر الله تعالی است که یا فلان مدد و یا فلان مدد میگفتید، به این نیت که اونها به شما کمک میکنند، از این شرک شما انکار خواهند کرد. اونها این شرک شما رو به اعلان بیزاری میکنند و هیچ کس به جز الله خبیر و با علم و با درایت شما رو از این حقایق آگاه نمیکنه. اینها کسانی بودند که میگفتن لن ندعو من دونه اله، ما به غیر از الله متعال کسی رو نمیخوانیم. اینها موحد بودند. هؤلاء، در ادامه میگفتن هؤلاء قوم اتخذوا، این گروه قوم ما، این عده قوم ما، اتخذوا من دونه آلهه، برگرفتن به غیر از الله متعال خدایان دیگری رو، یا فلان مدد و یا فلان مدد میگن. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا نمی آورند؟ لولا یأتون علیهم، نمی آورند بر این ادعاهای خودشون من غیر الله رو که می پرستن، به سلطان بین، چرا نمی آورند یک دلیل واضح و آشکاری، حجتی قوی که ثابت بکنه که آقا الله متعال به شما اجازه داده که غیر او رو به فریاد بخوانید، که الله متعال فلانی رو حاضر و ناظر بر اعمال عالم قرار داده باشه، که الله متعال اختیار زمین و یا زمان رو به فلانی و فلانی داده باشه. چرا دلیلی نمیارید؟ قل ارائیتم ما تدعون من دون الله، بگو در آیه 3 سوره مبارکه احقاف، اون کسانی رو که به غیر الله متعال فرا میخوانید، ارونی ماذا خلقوا من الارض، چه چیزی از زمین و آسمان رو اینا آفریدن؟ ام لهم شرک فی السماوات، چه چیزی از زمین رو آفریدن؟ آیا مشارکتی در آسمان ها و خلقت او با الله متعال داشتن؟ ایتونی به کتاب من قبل هذا، یک دلیلی بیارید برای اثبات این ادعای خودتون که اینها رو در آسمان و زمین حاضر و ناظر و متصرف در امور عالم میدانید، ولو به اذن الله متعال. اگر دلیلی دارید از کتاب‌های گذشته آسمانی یا این کتاب قرآن بیاورید. ایتونی به کتاب من قبل هذا او اثارة من علم، یا جزئی از علم، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. و کیست گمراه‌تر از اون کسی که غیر الله متعال را فرا میخواند، کسی که تا روز قیامت نمیتواند او را اجابت کند و آنها از دعای اینها غافلند. در آیات 4 و 5 سوره مبارکه احقاف الله متعال به وضوح این مفاهیم رو و در آیات فراوان دیگری برای ما ذکر میکنند و میفرمایند و من یدعو من دون الله الها آخر لا برهان له به. در پایان سوره مبارکه مؤمنون میفرمایند هر کسی که غیر الله متعال رو فرا میخوانه هیچ دلیلی برای این کارش نداره، هیچ حجتی نداره و هیچ بینه و دلیلی که از کتاب‌های گذشته، از کتاب‌های آسمانی یا از اقوال انبیاء گذشته باشه که بشه او رو ثابت کرد، برای اینها یافت نخواهد شد. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا دلیل نمیارن؟ فمن اظلم، پس کیست ظالمتر از اون کسی که من افترا علی الله کذبا، کسی که افترا میبندد به الله متعال به دروغ. وقتی شما دلیل ندارید، وقتی شما برای اثبات این شرک خودتون دلیلی ندارید، پس شما دروغ میگید. و کیست ظالمتر از اون کسی که به الله متعال به دروغ افترا میبنده که الله این گونه کرده، که الله به اینا این اختیارات رو داده، که الله این رو مالک آسمان زمین داده. عطای اینها مثل عطای الله تعالی است. اینها الله متعال این فرصت ها رو به اینها داده، اینها از پیش خودشون این کارو نمیکنن. عطای الله تعالی به اینها است، اذن الله تعالی به اینها است. فلانی عین الله هست، فلانی ید الله هست، فلانی قدرت الله است. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا یک دلیلی نمیارید؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگین دلیلتون رو بیارید، دلیل بیارید. اگر دلیل نمیارید پس شما دروغ میگید.
دروغ نسبت میدید به الله تعالی و ظالمتر از شما در عالم وجود نداره. فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، کیست دروغ ظالمتر از اون کسی که افترا میبنده به الله تعالی به دروغ و بهتان و تهمت. در ادامه این قوم اصحاب کهف، این جوانان دیدن که این قوم نرود میخ آهنین در سنگ، اینها نپذیرفتن، تهدید کردن، گفتن میکشیم، یا برمیگردید یا میکشیم. تاریخ شرک این گونه است، دلیل ندارن، حجت ندارن، تهدید میکنن، حذف میکنن، ترور میکنن، میکشن، بم میگذارن، به زندان میاندازن، شکنجه میکنن. از فرعونش، از قبل از فرعونش تا قیامت این حکایت تکرار میشه. اینها دلیل ندارن. اینها مخاطبین اصحاب کهف هم در حجت و دلایل هیچ باقی مونده بودن، هیچ دلیلی نداشتن، تهدید کردن به قتل و کشتن. اگر برنگردید، اگر نیایید جلوی دوربین اعتراف نکنید که ما اشتباه کردیم، که ما رو فریب داده بودن، که پولهای فلان کشور، که فلان کشور، که فلان شرق، که فلان غرب پشت سر ما بود، به ما دلار دادن، به ما پول دادن، ما رو خریده بودن. اگر این کارو نکنید شما ای اصحاب کهف شما رو میکشیم. ای جوانان موحدی که نمیخواید غیر از الله متعال، فقط میگید یا الله مدد، لن ندعو من دونه الها. این شعار اصحاب کهف بود، لن ندعو من دونه الها، ما هرگز غیر از الله تعالی رو نمیخوانیم، فقط میگیم یا الله مدد. این شعار اصحاب کهف است. و چقدر این داستان نزدیکه، چقدر این داستان برای ما قریب است و چقدر احساس میکنیم که انگار الان داره این اتفاقها میفته. نگو که این حکایت اصحاب کهف مال 1000 و چند صد سال پیشش که الان داره حکایت تکرار میشه. چرا سوره کهفی باید خونده بشه؟ چرا این سوره رو الله متعال برای ما انقدر تاکید میکنه که درش تفکر و تعمق بکنیم؟ چرا نام این سوره کهف اصلا؟ چرا کهف؟ نه به خاطر اصحاب کهف. این سوره ما یاد میده که چطور میتونی برای خودت یک کهف پیدا بکنی، چطور میتونی یک پناهگاه پیدا بکنی در فتنه های مختلف. اینها چه کردن؟ و اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، گفتن اگر شما، حالا که شما دوری گزیدید، اعتزال یعنی دوری گزیدن، عزلت انتخاب کردن. وقتی که از این بین خودشون گفتن حالا که ما نمیتونیم، ما با اینا توی یک جوب نمیره، حرف ما رو گوش نمیکنن، از اینها دوری جستیم و ما و از آنچه که یعبدون میپرستند الا الله، به غیر از الله تعالی. اینها مشرک بودن، الله تعالی رو هم میپرستیدن، غیر الله تعالی هم به همراهش میپرستیدن، الله رو قبول داشتن غیر او را. و ما از اینها دوری میجوییم و آنچه که میپرستند به غیر از الله تعالی. الله رو هم چون میپرستیدن مشرک بودن، نه که الله رو انکار میکردن. الله رو ابو جهل هم انکار نمیکرد و ابو لهب هم الله رو منکر نبود. الله رو هم میپرستیدن اما مشرک بودن. و اذا اعتزلتموهم، حالا که ما عزلت گزیده ایم از اینها و آنچه که میپرستند بجز الله، فأووا الی الکهف، پس پناه ببرید به کهف، به غار. ینشر لکم ربکم من رحمته، پروردگار برای شما میفرستد و نشر میکند از رحمت خود. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، و مهیا میکند برای شما از امر خود، از طرف خود، به قدرت خود، مرفقا. مرفق وسایلی که سبب رفق بشه و آرامش و آسودگی. حالا که این گونه است، نمیشه اینجا زندگی کرد، میریم ترک میکنیم، میریم به کهف، میریم بیرون. کهف اونها غاری بود که رفتن. کهف من و شما مسجد ماست، کهف من و شما محافل دینی ماست، کهف من و شما دوستان خوبی هستند که موحدن، کهف من و شما جایی است که ما رو از معصیت به عبادت میرسونه، کهف من و شما جایی است که ما اونجا به الله نزدیک میشیم، عبادت میکنیم. از الله هر وقت دور شدیم برمیگردیم به کهف. کهف من و شما سوره کهف ماست، قرآن ماست، دین ماست، اعتقاد و باور ماست. به این پناه میبریم تا یاد بگیریم که چگونه استقامت بکنیم بر اعتقادمون، چگونه موحد باقی بمونیم، چگونه کوتاه نیایم در برابر اعتقاد خودمون و نترسیم از تهدیدها که الله با ماست. ادامه حکایت در برنامه بعد خواهد بود ان شاء الله. وقت ما به اتمام رسید بلکه گذشت و درس‌های فراوان دیگری هنوز از حکایت اصحاب کهف باقی است و داستان اصحاب کهف و سوره کهف ان شاء الله در برنامه بعد به همراه شما عزیزان خوبان و سروران
ادامه خواهیم داد مسیرمون رو در سوره مبارکه کهف اگر لقا و بقا مقدر بود. تشکر میکنم از همه شما که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم و از الله متعال برای همه گذشتگانان بخشش، رحمت و مغفرت و برای خودمون استقامت تا آخرین لحظه حیات بر مسیر توحید و رضایت الله متعال رو خواهانم. الله یار و نگهدار شما. أيا دارها حييت دارا ومن